به خاطر وطن 3 میلیون شهید دادیم. به خاطر ارمان شهدا میخوایم افغانستان از حالت از این بحران بکشیم. تیمی که امروز آمده بود که انجینر صاحب حکمتیار است از روی ما کنیم. مردم افغانستان را تصمیم بگیرن که همراه حزب اسلامی یکی شوند، یک حکومت سالم جور بکنن تا مردم افغانستان به صلح و رفاه زندگی بده پیش برن. مردم کاپیسا و پروان قدوم مبارک و پرمیمنت برادر مجاهد انجینر صاحب حکمتیار و برادر دانشمند و عالی قدر دکتر صاحب وزین و نیز عالم دانشمند جناب مفتی صاحب خیر مقدم گفته. اول شروع میکنم از کسی که در نهضت رهبری میکرد، انجینر صاحب عبیدالرحمن شهید، احمدی صاحب، استاد عبدالصبور فرید، دکتر عبدالصبور شهید، مولوی محفوظ الله شهید، عبیدالله نیازی شهید، شهید الله شهید، موحد شهید، سارنال عبدالرؤوف. جهاد را آغاز کرد. ستون فقرات مقاومت در برابر اتحاد شوروی بود. همواره در کنار مردم خود ایستاده. خواهران و برادران عزیز، ما مبارزه انتخاباتی خود را از شمالی مردپرور و سربلند آغاز کردیم. آینده سرزمین و کشور برادر حکمتیار با تیم خود در میان مردم خود در میان ملت، در میان مجاهدین، در میان معلولین، در میان خانواده ها و رسای شهدا و در میان ملت افغانستان، نسل جوان افغانستان بدون حاجز، بدون حاجب و بدون واسطه در میان شما ملت سربلند و ملت مجاهد و ملت سرخشور قرار دارد. تیم صلح عدالت اسلامی صدا دارد که ما خانیمان را و زنان افغانستان را مادر، خواهر، دختری خیش قدم داد نموده در میادین سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که مبتنی بر عدالت اسلامی بوده باشد حقوقشان را تامین خواهیم کرد. کاپیسا و کاپیسایان با حزب اسلامی پیوند دیرینه دارند. 40 سال 50 سالی سفیدایی که شما میبینید مبارزه کردن به خاطر اسلام. اینجا نه کسی به خاطر پیسه آمده بود، نه کسی نان داده شد، هیچ چیز. خاص به خاطر یک آرمانی که اینجا یک حکومت اسلامی به خاطر اسلام قربانی دادن، 2 میلیون شهید دادن که اسلام محکم شود. حکومت اسلامی به خاطر حکمتیار صاحب همیشه در بین مردم بود، از مردم برخواستن. ما در 70 تا کاندیدا 1 تا کاندید داریم حکمتیار صاحب. فقط افغانستان همین نجات میده. امروز فضا و زمین کشور ما در اشغال نیروهای خارجی است. ورزش‌های دینی و ملی ما اهانت می‌شود. علنا و از طریق رسانه‌های وابسته به اجنبی و دین ستیز، و این در حالی است که هر روز بیشتر از 300 افغان، یعنی ماهانه در حدود 10,000 افغان، با 10,000 افغان ما میتونیم که کشور را فتح کنیم. برادران و خواهران، ما انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو داریم. در برابر این مجموعه کسانی قرار دارند که خواهان آزادی کشورند، خواهان خروج نیروهای اجنبی از افغانستان، خاتمه جنگ، تأمین صلح و ثبات دائمی، انتخابات شفاف و عادلانه، حکومت منبعث از اراده مردم، متعهد به ارزش‌های دینی و ملی، غیر وابسته، مستقل، آزاد، سربلند. اگر خواهان آزادی کشور هستیم، خاتمه جنگ از مجموعی حمایت کنید که به اسلام، ملت
آزادی کامل کشور، خاتمه جنگ و تامین صلح و عدالت متعهدم. با شما نمیگوییم با ما رای بدین، با خدا پرستا رای بدین، با مجاهدین رای بدین، با وارثین مجاهدین رای بدین، با کسانی که همواره در کنار مردم خود استادن رای بدین. من از شما تعهد میگیرم، آیا به یک مبارزه دیگری آماده هستین؟ زنده باد مجاهدین! انشاءالله با رهبر خود وعده میکنیم که خانه به خانه، کوچه به کوچه، قریه به قریه انشاءالله تیم صلح و عدالت را کمپین میکنیم. پشتیبانی از تیم را پشتیبانی از شهدا میدانیم، پشتیبانی از مبارزین میدانیم، پشتیبانی از نهضت اسلامی میدانیم. نعره تکبیر! نعره تکبیر! نعره تکبیر!